ما یا کامل میمونیم یا ای بدون وحدت میمیره. قلب ای متوقف میشه و شریانهای الهی دیگه نمیتونن پیام ما رو منتقل کنند. اونجایی که 12 قدم به صورت گروهی پیش میره، کشف دیگری آشکار میشه. کشفی که بیشتر افراد به صورت فردی نمیتونن اونو درک کنن، مگر اینکه به صورت گروهی متوجه بشند که هر فرد جزو کوچکی از یک کل بزرگه. هیچ فداکاری شخصی بزرگتر از حفظ و صیانت این کل بزرگ نیست. این برنامه راهبردی به همه یاد میده که غوغای خواسته ها و جاه طلبی ها از درون باید خاموش بشه. هر جایی که خواسته ها و جاه طلبی ها بتونن به گروه آسیب بزنند، اونجا جای خطرناکیه. کاملا مشخصه که یا فرد باید زنده بمونه یا گروه هم نمیتونه نجات پیدا بکنه. ما در ای با اتکا به ایمان و عمل تونستیم درس‌هایی رو بنا کنیم که تجربه باور نکردنی از زندگی به ما داد. باعث شد ما تجربه باور نکردنی از زندگی داشته باشیم. تا زمانی که 12 سنت رو بیاموزیم و انجام بدیم، اراده خداوند میتونه همیشه ما رو در کنار هم متحد نگه داره.